بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. درس امروز ما و شما توحید در عبادات بدنی یا در عبادات عملی هست. بسم الله الرحمن الرحیم. عبادات بدنی عبادت هایی را میگن که توسط اعضای بدن انسان انجام داده می شود. مثلا هر عضو بدن انسان چی هسته؟ عبادت داره. و یکی از علما میگه که ان الایمان یشمل الدین کله، میگه ایمان شامل تمام دین میشه. فکل العبادات القولیه من الایمان، میگه تمام عبادات زبانی از ایمان است. و کل العبادات الاعتقادیه من الایمان، عبادات اعتقادی میگه از ایمان است. و کل العبادات العملیه من الایمان، و تمام عبادات عملی از ایمان است. و الایمان کما هو معلوم شعب و انواع و خصال، میگه ایمان که هست دارای شعبه ها و انواع و خصلت های زیاد داره. و امام مسلم رضی الله عنه روایت میکنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که الایمان بدع و سبعون شعبه، بدع و سبعون او بدع و ستون شعبه، یعنی ایمان 70 و چند یا 60 و چند شعبه داره. فافضلها قول لا اله الا الله، بهترین شعبات ایمان گفتن لا اله الا الله است. و ادناها، و پایانترین شعبات ایمان چی است؟ اماطة الاذى عن الطریق، دور کردن یک چیز مضر از راه است. والحیاء شعبة من الایمان، حیا هم یک شعبه از ایمان است. از این خاطر کافرها به حیا می باشه، انسان مؤمن چی می داشته باشه؟ حیا می داشته باشه. عبادت های قلبی را ما و شما قبلا خوانیم. در عبادت های بدنی یا عملی که هست، همون قسم که عبادت های قلبی چند قسم بود ما اقسامش خواندیم. عبادت های عملی یا بدنی هم دارای اقسام مختلف است. مثلا نماز یک عبادت بدنی هست، روزه یک عبادت بدنی هست، جهاد، دعوت، طواف، نیکی کردن با والدین، اعتکاف، صله ارحام، اینا کلشان در جمله عبادت های بدنی هست. خب اول قسم عبادت های بدنی مثلا که ما و شما او را میخوانیم در عبادت های بدنی، مثلا نماز است، صلات. صلات در لغت به معنای دعا و طلب مغفرت، و در اصطلاح عبادات بدنی هی اقوال و افعال، میگه اقوال و افعال است که مفتتحة بالتکبیر مختتمة بالتسلیم، که با تکبیر شروع میشن و با سلام ختم میشن، مع نیت، به امرای نیت، با شرایط مخصوصش. و در عبادات نماز عبادت است، بله، به خاطر از اینکه قل ان صلاتي و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. و در آیت شریف دیگه الله متعال میگه و اقیموا الصلاه، نماز بخوانید. پس وقتی که الله امر کرده، امر الله که ما و شما میکنیم، اطاعت از امر الله عبادت است. و همین قسم مثلا میگه فان تابوا، مثلا شرط مسلمان چی است؟ میگه اگر کافر توبه کرد و اقام الصلاه و اقامه نماز کرد، توبه کرد از کفر خود، یعنی کلمه خوان، بعد از اون نماز خوان، و آتوا الزکات، با زکات دادن، فاخوانکم فی الدین، باز اینا هم برادرایتان در دین میشن. این در عبادات چی است؟ بدنی هست. و در قسمت از این که امام طبری میگه خب آل وقتی از شرک توبه کردن و نماز نخواندن و زکات ندادن، اینا رو جسه کن، 3 شرط بیان کرده که شرط اولش توبه از شرک و کفر است، که اون باز توبهش چه قسم میشه؟ کلمه میخوانه. و دیگه شرط دومش چی بود؟ که نماز میخوانه. و شرط سومش هم چی است؟ که اینا زکات میده. و در قسمت کسایی که مخالفت میکنن و چیز ترک میکنن نماز، در قسمت از اینا گفته شده است که کافرها یا بیدینا کدام مردم بودن؟ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه و اتبعوا الشهوات. یعنی بعد از اینا میگه کسایی آمدن که اینا نماز ترک کردن. و می خاطر است که بسیاری از علما به می قول هستن که ترک کننده قصدی نماز کسی چی میشه؟ کافر میشه، از دین مرتد میشه. خب
امام طبری میگه که فلو کان الذین وصفهم بانهم ضیعوها مؤمنین، اگر میگه اینا وقتی که اگر اینا مؤمن می بودن باز لم یستثن منهم من آمن. چرا بعد از این آیت شریف میگه چی میگه؟ باز بعد از این آیت شریف گفت الا من تاب و آمن و عمل صالحا. همین آیتش مثلا سوره مریم گفت فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا. باز بعد از این گفت که الا من تاب و آمن و عمل صالحا. این حال اینجا امام طبری میگه اگر اینا مؤمن میبودن، یعنی کسایی که نماز ترک کردن، دیگه باز الله اینا را بعد از اینا ذکر نمیکرد که من آمنه، استثناء نمیورد. پس معلوم میشه که اینا کسایی که بعد از اینا آمدن و نماز ترک کردن و پیروی از شهوات کردن، اینا مؤمن نبودن، به این خاطر مؤمنین از اینا استثناء کردن. این قول امام طبری هست. در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ابی سفیان میگه که سمعت جابرا، از جابر رضی الله عنه شنیدم که میگفت سمعت النبی صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که ان بین الرجل و بین الشرک و الکفر ترک الصلاه. بین انسان و بین شرک و کفر چی است؟ ترک نماز است. بس به اساس یه حدیث شریف، یعنی حدیث صحیح مسلم است، کسی که ترک میکنه نماز قصدن این کافر میشه. و امام ترمذی دیگه حدیث روایت میکنه، میگه عن عبدالله ابن برید عن ابیه، میگه از پدرش قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت العهد الذی بیننا و بینهم الصلاة، عهد بین ما و بین از اونا چی است؟ نماز است. فمن ترکها فقد کفر. ببین در اینجا لفظ کفر گفته، یعنی کسی که ترک کرد نماز اینجا کافر میشه. و علمایی که میگن که کسی که با ترک نماز کافر میشه، امی احادیث و امی روایت و میگن رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که من ترکها فقط کفر، کسی که نماز ترک کرد کافر شد. در اینجا کدام قرینه هم نیست که مثلا از کفری را بگردانه یا کفرش اصغر بگویه، بلکه کفرش کفر اکبر است. و عوف ابن مالک، امام مسلم دیگه حدیث روایت میکنه، حدیث صحیح مسلم است که عوف ابن مالک میگه از رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که خیار و ائمتکم الذین تحبونهم و یحبونکم، میگه بهترین امامای شما، رهبرای شما کسایی که شما اونا را دوست دارین و اونا شما را دوست دارن. و یصلون علیکم و تصلون علیهم، یعنی شما بالای از اونا نماز میخواین، اگر بمرد میفهمین که مسلمان است جنازه‌اش میخواین و اونا جنازه شما را میخواین. و شرار و ائمتکم، بدترین امامای شما کسایی است که تبغضونهم و یبغضونکم، شما اونا را بد میبینین، اونا شما را بد میبینن. مثلا کسایی هستن که دموکرات هستن، سکولار هستن، بیدین هستن، بنان و تلعنونهم و یلعنونکم، شما اونا را لعنت میکنین و اونا را هم شما لعنت میکنین. خب اینال بدترین از اینا اماما هستن، یعنی کسایی که او را مسلمان ها بد می‌بینن. خب اینال اینجا دو قسم امام شد. یک امام هست که او را مسلمان ها دوست دارن و با ایمان و با ارکان ایمان هستن. یک تعداد دیگه هستن که اونا را مسلمان ها بد می‌بینن. اینال که بد هم می‌بینن باز دو قسم است. یک قسمی هست که مثلا ظالم است، گناهش گناه کبیره هست، این را اگرچه مردم بد می‌بینن، لکن این باز شرطش هست که اگر نماز بخونه بازی ظالم اطاعتش واجب هست. یعنی مثلا امام مسلمان ها هست، ظالم است، لکن چی است؟ نماز میخوانه، از این خاطر اطاعت از این میشه. و یک تعداد دیگه هست که باز او ظالم نه، بلکه از دین باز خارج شده، یعنی کافر شده، حتی نماز ترک میکنه. وقتی که نماز ترک کردی کافر میشه. این که دیگه نواقض ایمان در وجودش آمد باز اونجا هست. اینال در قسمت ظالما باز وقتی که پرسان کردن رسول الله صلی الله علیه و یا رسول الله افلا ننابذهم بالسیف، گفت امامای ما که مثلا ما را بد میآیه و بغضشان میکنیم، حتی بعضی اوقات درشان لعنت میفرستیم، آیا اونا را با شمشیر همراهشان بجنگیم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که لا ما اقاموا فیکم الصلاه، تا وقتی که اینا نماز میخونن. یکی نماز، پس نماز که است علت چی است؟ کفر و ایمان شخص است. و اگر کسی نماز ترک میکنه در اینجا بالاخره اگر امام هم باشه او باز امرای جنگ با شمشیر میشه، خلع میشه، از بین برده میشه.
اما اگر ظالم باشه باز نماز میخونه، باز او چی هستن؟ در مقابل از او باز مسلمانان نمیخیزن. این بعضی نقاط دقیق از بعضی کسا ایره نمیفهمن. این حال امام که از بعضی کسا میگن مطلقاً برای یک امام یا رهبری که مثلا در یک مملکت رهبر سیاسی میباشه از او اطاعتش مطلقاً واجب نیست، با قید است. یعنی قیدش چی است؟ که اینمی امامه که موضوع باید مطابقت بکنیم، او در وجودش نواقض ایمان نباشه. اما اگر مثلا سیستم قانون تغییر میته، ایواز نظام اسلام دموکراسی را آوردن، این حاکم مسلمان گفته میشه نه خیر، این کافر میشه با دموکراسی و یا مثلا با نظام سیکولاریستی یا با قانونای مثلا از روس و از مسکو و از امریکا و از اروپا. و حتی اگر نماز ترک میکنه، این حالی که نماز ترک میکنه ولو که دیگه نواقض نباشه، تنها ترک نماز هست، باز اطاعت از این نیست. ما اقاموا فیکم الصلاة. خب و اذا رأیتم من ولاتکم شیئا تکرهونه، میگه اگر شما از رهبرایتان چیز را میبینین که شما او را بد میبینین، فاکرهوا عمله، پس عملش بد میبینین. مثلا عمل گفته، مثلا عملی که کفری نباشه، مثلا یک حاکم است ظالم است یا گناهگار است، گناه صغیره میکنه، گناه کبیره میکنه، در حدود گناه هست، پس اینال ولا تنزعوا یدا من طاعه، اینال وقتی که گناهگار است از گناهگار، گناه صغیره گناه کبیره، در این صورت از این میگه به اطاعتی نکنین. اما اگر حاکمی که تارک نماز است، کلگی میفهمه که نماز نمیخونه، بنابراین این چی میشه؟ این حاکم نظر به اینجا کافر میشه. وقتی کافر شد اطاعتش واجب نیست. و اینمی قسم مثلا چی هست در دیگه مثلا نواقض ایمان داخل است، رسول دموکرات است، سیکولر است، از این خاطر. خب اینجا اصل بحث ما و شما سر امام نیست، سر ترک نماز است. ببینید اینجا در ترک نماز حتی در اماما هم که آمد این گپ گفته شد. و امام ترمذی میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که رأس الامر الاسلام و عموده الصلاه و ذروة سنامه الجهاد. این میگه اصل امر که از اسلام است، عمودش ستونش الصلات نماز است و ذروة سنامه و عالی‌ترین نشانش جهاد است. پس وقتی که مثلا یک نفر میگه من دیندار هستم و ستون دینش شکسته باشه، نماز نمیخونه، اینو چطور مسلمان میگی؟ یعنی علمایی که به نماز حکم کفرش میکنن، اینمی احادیث و اینمی دلایل میارن. و امام ترمذی رحمه الله میگه که امام ترمذی اجماع صحابه را در کفر ترک کننده نماز بیان میکنه. امام ترمذی در کتاب‌های سنن که مثلا سنن ترمذی است و سنن ابن ماجه هست، صاحب امام ترمذی رحمه الله این کتاب سنن ترمذی داره. این عالم میگه که اجماع هست. عبدالله ابن شقیق العقیلی، عبدالله ابن شقیق العقیلی میگه گفتن کان اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم، میگه اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم که بودن، لا یرون شیئا من الاعمال ترکه کفر غیر الصلاه. میگه اونا، این حدیث چند است؟ حدیث نمبر 2622 سنن ترمذی. میگه عبدالله ابن شقیق عقیلی میگه که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم لا یرون شیئا من الاعمال ترکه کفر غیر الصلاه. میگه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در جمله هیچ عمل، یعنی او عملی را که ترک میکنه یک کس، او را کفر نمیگفتن به غیر از نماز. یعنی مثلا اگر یک نماز یک کس روزه نمیگیره، کافر گفته نمیشه، گناهگار گفته میشه. یک نفر حج نرفت، کافر گفته نمیشه. اگر انکار میکنه خب کافر است، هر چیزی که انکار میکنه. اما یک نفر مثلا عملا چند سال سرش حج فرض شده نرفته، مثلا 10 سال 15 سال میشه تأخیر کرده، بناهن با ترک حج مثلا این کافر. در چی گفتن اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم حکم کفرش میکردن؟ ترک نماز میکردن. یعنی چون ترک نماز یعنی سبب کفر میشه. و علمای اسلام هم اقوال مختلف ذکر کردن. علامه ابن کثیر رحمه الله در مورد تارک نماز میگه که ذهب من ذهب من السلف والخلف والائمه كما هو المشهور عن الامام احمد. میگه بسیاری از سلف و از خلف و ائمه مثل که مشهور است از امام احمد ابن حنبل رحمه الله، و قول عن الشافعی، قول از امام شافعی هم است، الى تکفیر تارک الصلاه. اینا تکفیر میکنن
ترک کننده نمازه. این را کی روایت کرده؟ این در تفسیر ابن کثیر جلد 5 صفحه 243. پس بسیار خطرناک است، انسان بسیار احتیاط بکنه. همچنان علامه ابن کثیر از اوزاعی و موسی بن سلیمان و قاسم ابن مخیمره در تفسیر فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة نقل میکنه که آنان به این نظر که انما اضاعوا المواقیت، اینا وقتهای نماز ضایع کردن، ولو کان ترکن کان کفرن، اگر اینا بیخی نماز، یعنی بعضی کسا از قصه وقتش نمیشه، وقتش ترک میکنه، مثلا در وقت نماز نمیخونه، قضا که شد باز میخونه، میگه درباره از اینا گفته شده. اما اگر ترک کرده باشه باز میگه کفر است که بیخی نماز ترک کرده باشه. و این نمی قسم مثلا دیگر علما هست، مثلا بنی کفر تارک صلات زیاد علما گفتن. خب پس این اول قسمت توحید در چی بود؟ توحید در نماز بود. ما و شما به خاطر ازی گفتیم که در نماز متوجه باشید در باب عقیده، اگرچه عبادات بدنی خب بسیار زیاد است، لیکن در بعض عبادات بدنی بعضی شما در درس‌های عقیده می‌خوانیم، بعضی دیگه‌اش با مربوط اعمال میشه، دیگه عبادات‌های بدنی. اینال او چیزی که مثلا در باب عقیده زیاد سرش میاریم و بحث میکنیم این است که مثلا از نگاه اعتقادی مثلا یک نفر نماز ترک میکنه، اینال اینجا در بین ازی بسیار از صحابه و مثلا ما شما گفتیم که امام ترمذی اجماع صحابه را ذکر کرده، یا مثلا دیگه علما بعد از اینا امام احمد و قولی از امام شافعی، اینال این علما بسیارشان تارک نماز کافر میگن. اصلا اگرچه بعضی کسای دیگه علمای دیگه هستن که در شهاداتشان میگن که نه کفر از کفران نعمت است، یعنی کفر اکبر نیست و از کافر نمیشه، لکن چون روایت زیادی به کفر ازی هست، از این خاطر انسان بسیار محتاط باشه در نماز، بسیار باید محتاط باشه که از پیشش ترک نشه، چون زیاد اقوال زیر هستن. قسم دوم در عبادات بدنی قیام هست. قیام چی را میگن؟ قیام در لغت به معنای استادن است که ضد جلوس میشن، و در عبادات بدنی که است در استادن در مقابل الله، یعنی استاد شدن به شکل عبادت که در او چی است؟ در او خوف است و در او رجا است، در او محبت است و در او ذلت است. مثلا ما شما در مقابل الله سبحانه و تعالی استاده میشیم، از الله میترسیم، امیدوار رحمتش هستیم و با الله محبت داریم و بسیار در همین قیام خود به شکل ذلیلانه استاد میشیم. این قیام عبادت است. این عبادت، این قیام توحیدی هست. و قوموا لله قانتین. الله متعال میگه که و قوم، دلیلش از قرآن که مثلا قیام عبادت است، همین آیت شریف است که حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطى و قوموا لله قانتین، یعنی شما به الله سبحانه و تعالی استاد شوین بسیار با فروتنی. سوره بقره آیت 238. و امام بخاری رحمه الله روایت میکنه که عمران بن حسین میگه که کان بی بواسیر، میگه من یک تکلیف داشتم به نام کدام مرض از به نام بواسیر، میگه فسألت النبی صلی الله علیه و سلم، میگه از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسان کردم که من یک تکلیف دارم در مورد نماز، پرسان کردم شانم، فقال صلی قائما، نماز استاده بخوان، فان لم تستطع، اگر نمیتونستی که استاده شوی نماز بخوانی، فقاعدا، نماز نشسته بخوان، فان لم تستطع، تا اگر نشسته هم نمیتونستی، فعلى جنب، به پهلوی خوابیده نمازت بخوان. علمای اسلام چی میگن؟ اتفق، در موسوعه فقهی کویتی میگه اتفق الفقهاء على ان القيام ركن في الصلاه، قیام یک رکن در نماز است، در نماز فرضی، علی القادر علیه، برای کسی که توانایی از این داشته باشه. پس خود قیام عبادت است. از این خاطر انسان مسلمان وقتی که قیام به شکل عبادت قیام میکنه، این باید به غیر الله نکنه، مثل که بت پرستا میرن در مقابل بت خود بسیار با عاجزی و استاد میشن، قبر پرستا در مقابل یک قبر بسیار به شکل عبادت استاد میشن، اما دستای خود سر سینه میگیرن، گردن خود خم میگیرن. این خود قیام عبادت است. وقتی در او ذلت باشه و در او از جانب مقابل مثلا خوف داری و به او امید داری که بر تو چیز میته، این قیام چی میباشه؟ عبادت میباشه، و قیام عبادت به غیر الله شرک است. دیگه از عبادت های بدنی انحنا و رکوع است.
انحنا چی رو میگن؟ انحنا در لغت کجی رو میگن. مثلا ما و شما که خط منحنی داریم، مثلا خط میکشه میگه خط مستقیم، مثلا این خط مستقیم است، این خط مستقیم است. این وقتی که کمک کج میشه این خط چی میگن؟ منحنی میگن. بازی خط که منحنی میگی گاهی زاویه منفرجه میشه، با زاویه قائمه میشه و گاهی هم زاویه حاده میشه. این اگر زاویه این وقتی که انسان قیام میکنه در مقابل یک مخلوق، در مقابل خالق انحنا میکنیم، این انحنا در عبادت است. رکوع عبادت است. چی به شکل انحنا سر خم میکنی یا رکوع میکنی یا سجده میکنی، اینا کلشان در جمله عبادت هستند. و در اصطلاح میگن که انحنا چی است؟ خم کردن سر گاهی به همراه کج نمودن تخته پشت صورت میگیرد که رکوع نامیده میشه. یعنی سر که خم میکنی تنها این انحنا شد، اگر باز پشت هم کجش چی میکنی باز چی میشه؟ رکوع میشه. این عبادت هست، متوجه باشین. خصوصا شرایط عبادت که داشت باشه که مثلا انسان به شکل خود ذلیل میسازه و از او خوف میکنه و رجا میکنه. الله متعال میگه و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین، بقره آیت 43. در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، در احادیث آمده است، امام بخاری روایت میکنه که ابی هریره میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم داخل مسجد شد، فدخل رجل فصلى، یک شخص آمد میگه در کنج مسجد نماز خواند. رسول الله صلی الله علیه و سلم 6 تا نماز خدا خلاص کرده، در مسجد نشسته. یک کسی میاد داخل مسجد، البته جماعت حضور نداشت، حال تنهایی نماز میخونه. فسلم علی نبی صلی الله علیه و سلم. این نفر میگه وقتی که در مسجد داخل شد نماز خواند، بعد از اینکه نماز خدا خلاص کرد سلام داد، آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم جواب سلامش گفت و علیکم السلام و قال ارجع فصلی فانک لم تصلی، برش گفت که برو از سر نماز بخوان، تو نماز نخوان. این شخص میگه فرجع یصلی کما صلی ثم جاء فسلم علی النبی صلی الله علیه و سلم فقال ارجع فصلی فانک لم تصلی. میگه بازی شخص رفت نماز خود از سر گشتان، یعنی رسول الله گفت که لم تصلی، تو نماز نخوندی، یعنی نمازی که تو خواندی نماز نیست، برو اثر بخونم این نماز تمی چند رکعت رو خواندی. میگه شخص باز رفت در قسمت که اول نماز خواند، باز آمد، باز سلام داد. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که برو نماز بخوان، تو نماز نخواندی. ثلاثا 3 مرتبه، یعنی 3 دفعه یه سرش نمازش گشتان، دفعه اول، دفعه دوم، دفعه سوم. فقال، میگه شخص گفت والذی بعثک بالحق، میگه او برش گفت که قسم از ذاتی که تو را به حق معبود کرده، ما احسن غیره فعلمنی. گفت آخه نمی قسم نماز یاد گرفتیم، نمی قسم یاد دارم دیگه، از اینکه در من نماز خوبتر خواندن نمیتونه، پس مرا تعلیم بده. فقال، میگه نبی صلی الله علیه و سلم گفت که اذا قمت الى الصلاه فکبر، وقتی که تو نماز استاد شدی بر نماز، اول الله اکبر بگو، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، باز اما قرآن را که یاد داری که مثلا سوره فاتحه است یا یگان سوره دیگه که یاد داری را میخوانی. ثم ارکع حتی تطمئن، وقتی که رکوع میکنی اینجا باید تو رکوع بکنی تا که خوب مطمئن شوی. از این خاطر بسیاری از علما میگن که طمأنینه است، یعنی اطمینان، تو مثلا خوب که سم اما تو استخوانا به جایش باشه. اما اگر تو نیمه کپک رکوع میکنی، دو سر خدا بالا میکنه، باز نماز نمیشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم این شخص گفت که نماز شما نشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که رکوع میکنی خوب مطمئن شوی که تو بر رکوع خوب رکوع کردی، کل استخوانا به جای خود رفته. ثم ارفع حتى تعدل قائما، بعد از اینکه سرت بلند میکنی که میگی سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، این صورت وقتی که تو سرت بلند میکنی خوب باید حتی تعدل قائما، یعنی وقتی که از رکوع سرت بالا کردی تو نیمه کپک نشو که تو کمک سرت بالا بگیری بری نماز نشد. این شخصی قسم میکرد. رسول الله صلی الله علیه و آله برو سر نماز تو نه چی است، باید میگه رکوع میکنی خوب استاد شوی. چون این غلطیایی را که رسول الله صلی الله علیه و سلم در نماز از این شخص دید، حالا برش تشریح میکنه که وقتی که استاد شدی رکوع میکردی خوب رکوع بکن که تا که صحیح شود. باز خوب که اطمینان حاصل شد که من رکوع کردم، با سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، اینا خوب هم تو راست استاد شوی. بعضی کسا هست همین قسم مثلا رکوع کرد از رکوع نیمگک بالا میشه میره، و رسول الله صلی الله علیه و سلم برای شخص چی گفت؟
ارجع فصلی فانک لم تصلی، بخی نماز بخوان، تو نماز نخواندی، یعنی نماز تو چلیپاس، هیچ نماز نخوانی، نماز تو نشدن، اثر بخید بخوان. بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم از گفت که ثم ارفع حتی تعدل قائما ثم اسجد، بعد از او سجده بکن حتی تطمئن ساجدا، تا که خوب در سجدت مطمئن باشی که من سجده کردم، تمام اعضای بدنت مثلا کفای دستت، پیشانیت، بینیت، نوکای پنجت در زمین خوب مترس، خوب منظم باید باشه. ثم ارفع، بعد از پس بشی حتی تطمئن جالسا، تا که در نشستن بین دو سجده خوب مطمئن شوی. و فعل ذلك فی صلاتک کلها، پس این کار در کل نمازایت انجام بدهی. پس رکوع یک رکنی از ارکان چی است و انحراف است، از عبادات است و انسان مسلمان عبادت باید مخصوص به الله بکنه. علمای اسلام چی میگه؟ علامه ابن تیمیه رحمه الله میگه ولأن الرکوع والسجود لا يجوز فعله الا لله عز وجل، میگه رکوع و سجده که است جایز نیست فعلش مگر مخصوص الله سبحانه و تعالی. و ان کان هذا على وجه التحیه فی غیر شریعتنا کما فی قصه، اگر چی میگه ای به شکل تحیت امیر رکوع و سجده در غیر از شریعت ما، در شریعت های قبلی بود که مثلا برای یک نفر یا سر خود خم میکرد یا رکوع میکرد یا سجده میکرد به شکل احترام، او را مثلا سجده احترام میگفتن، میگی در شریعت های قبلی بود، در شریعت ما نیست. در شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم رکوع، انحنا، سجده اینا کلشون فقط عبادت هستن و به غیر الله اجازه نیست. بناهن در این شریعت که است میگه که برای دیگران اجازه نیست. او اگر در شریعت های قبلی بود او بوده دیگه. پس عبادت امر الله هست، وقتی که الله گفت که سجده و رکوع مخصوص الله هست خلاص. خب علامه ابن قیم جوزی میگه که النبی صلی الله علیه و سلم نهى الرجل ان ينحني للرجل اذا لقيه. علامه ابن قیم میگه که یک کسی آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و گفت که مثلا من یک دوست خودم میبینم، وقتی که دوست خودم میبینم ایقبله، آیا او را روبوسی بکنن؟ گفت نه. بنابراین در اسلام روبوسی نیست، نه برای زن برای زن است، نه برای مرد برای مرد است، اجازه نیست دیگه که مثلا روبوسی بکنن. این گفته، چون اساس هم گفتن نه خیر نیست روبوسی، مطلقاً گفته است. و اینمی قسم خوب بود که طفل خود یک کسی میبوسه، موضوع دیگه احکامش است که مثلا طفلک خرد خدا میبوسه و تو را میبوسه، او به خاطر شفقت و تو را. اما مثلا از رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت یک دوست خدا ملاقات میکنیم ایقبله، او را چی کنه؟ آیا او را بوسه بکنه؟ گفت لا. اینحنی له، بر از او انحنا بکنه؟ او را هم برشان گفتن که نه خیر، نه این چی نیست، انحنا هم نیست. انال وقتی که انحنا را میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی کرد. علامه ابن قیم جوزی از این چیز استدلال میکنه، میگه ان النبی صلی الله علیه و سلم نهى الرجل ان ينحني للرجل اذا لقيه. این حدیث صحیح هست. خب انال بعضی کسا هست از دوستات و مثلا یک حدیث یک کسی در یک کتاب گفته که این حدیث ضعیف است، این اونم یک قول خوان دیگه اقوال زیادی رو نخوانده. مثلا سلسله صحیحه را اگه ما و شما بخونیم، اما کسی که سلسله صحیحه را در احادیث ذکر کرده بازو مثلا چندین قول ذکر میکنه و اسنادش ذکر میکنه. این بعضی کسا یک روایت که اگه دید باز میگه که این حدیث استاد شما روایت میکنید این ضعیف است، فلانی گفته است. دوست عزیزم، کسای دیگه هستن که علما هستن بالاخره این گفتن که این حدیث صحیح است. و علامه ابن قیم جوزی رحمه الله این روایت میکنن. و علامه ابن قیم جوزی چیز استدلال میکنه از این حدیث، میگه وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک شخص منع کرد که وقتی که دوست خدا ملاقات میکنه بر از او انحنا نکنه، کما یفعله کثیر من المنتسبین الی العلم، میگه بسیاری کسایی که خدا بر علم نسبت میتن، ممن لا علم له بالسنه، بسیاری کسایی که علم به سنت ندارن وقتی جورپسانی میکنن باز یکی دیگه خدا روی یکی دیگه خدا بوسه میکنن. بل یبالغون الی حد الانحناء، او بوسه است. ببخشید این در قسمت چیز میگه، در قسمت انحنا میگه نبی صلی الله علیه و سلم نه الرجل، منع شخص را که ان ینحنی للرجل اذا لقیه. ببخشید میگه اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم این شخص منع کرد از چی؟ از اینکه انحنا بکنه برای این شخص وقتی که امرایش ملاقات میکنه.
كما يفعله كثير من المنتسبین الى العلم ممن لا علم له بالسنه. میگه مثل که بسیاری کسایی که به علم خدا نسبت میتن، خدا عالم و شیخ الحدیث و مولوی و ترا میگن، لکن به سنت علم ندارن، اینا همین کار میکنن. چی میکنن؟ وقتی که یک دوست خدا دید، بر از او سر خدا خم میکنن. بل یبالغون الى اقصد حد الانحناء مبالغه فی خلاف السنه. میگه حتی میگه در این انحناء بسیار مبالغه میکنن، بسیار سر خود در مقابل یک کس خم میکنن، بسیار مبالغه میکنن که مخالف سنت است. جهلا، اینه میگه به اساس جهل میگن حتی یسیر احدهم به صورت الراکع لاخیه. میگه این به اندازه میگه انحنا میکنه که حتی به شکل رکوع در مقابل یک برادرش قرار میگیره. ثم يرفع رأسه من الركوع كما يفعل اخوانهم من السجود بين يدي شيوخهم. میگه بازی سر خودم تو بلند میکنن از رکوع، مثل که او برادرای دیگهشان بر شیخهای خود و پیرای خود چی میکنن؟ سجده میکنن. ایره میگه مثل از باوره الاحیا بین شیخهای زندهش و الاموات و مرده. یا در قبر او نفر شیخش که پیرش مرده، در قبرش سجده و رکوع میکنن، یا در زنده می باشه میره بر سجده میکنه و سر خود خم میکنه و رکوع میکنه. فهؤلاء اخذوا من الصلاه سجودها و اولئک رکوعها. میگه چی کردن؟ یکیشان از نماز رکوعش گرفتن، یک تعداد سجدهش گرفتن و میرن سجده میکنن یا میرن رکوع میکنن. و طائفه ثالثه قیامها. یک تعداد دیگه مثلا قیامش گرفتن، یقوم علیهم الناس و هم قعود. اینا خودشان استاد است، مردم بالای سرشان با سرشان استاد هستن و اینا قرار شیشتن کما یقومون فی الصلاه. استاد هستن مثل که در نماز استاد باشن. فقاسمت الفرق الثلاث اجزاء الصلاه. میگه فرقه های سگانه اجزای نماز تقسیم کرده. یکی قیام عبادت به غیر الله میکنه، یکی سجده عبادت به غیر الله میکنه، یکی رکوع عبادت به غیر الله میکنه. والمقصود، مقصود امام ابن قیم جوزی میگه مقصد چی است؟ ان النبی صلی الله علیه و سلم نهى عن انحناء الرجل لاخیه سدا لذریعه الشرک. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم از امو انحناء بسیار عادی که کمک سر خم کردن است، از این منع کرد به خاطر صد ذریعه شه. و صد ذریعه ما که یعنی میفهمه که نمی بالاخره به شرک مبتلا میشه، از امو کمکش هم منع کرد که نکنین. کما نهى عن السجود لغیر الله، مثل که از سجده کردن به غیر الله منع کرد. و کما نهاهم عن یقوموا فی الصلاه علی راس الامام. حتی گفت که اگر امام مثلا شش تکایی نماز میخونه، شما حق ندارین که ایستاده باشین، شما کتش بشینین. اطاعت از امام. چرا یعنی شکل نبیه که مثلا شما امام ششته و شما استاد هستین و هو جالسن، مع ان قیامهم عبادت لله تعالی. چرا که در نماز هستن کلشون برای الله قیام میکنن، لکن چون امام ششته هست اینا باید قیام نکنن پشت امام که ششتن، یا کتش بشینن اینا هم، یا امام دیگه رو بیار که قیام کرده میتن. فما الظن اذا كان القيام تعظيما للمخلوق و عبودیه له. باز اگر یک کس قیام بکنه که او تعظیم بر مخلوق باشه، که را عظمت میته، یا رکوع میکنه عظمت بر از میته، یا سجده میکنه بر از میته، الله المستعان، الله کمک بکنه در این راستا.